توبه پادشاه داوود. سالهای آوارگی در بیابان پسی سر شدند. اولاد ابراهیم به مملکت وعده شده نزدیک شد. در همان روزها موسی پیرانسال که راهبری آنها بود وفات می کند. بعد خداوند شاگرد موسی را راهبر خلق خود تعیین می کند. در آخر با راهبری او خلق خداوند به مملکت وعده شده رفته می رسند. نام آن سرزمین کنعان بود. سالها گذشتند. اولاد ابراهیم در کنعان شهرها را آباد کرده زیاد شد و دائما وقتی که آنها گناه می کردند مثل پیشتره به کاهنان قربانی هایشان را می سپاریدند. بغیر از این خداوند آنها را با واسطه پیغمبران راهبری می کرد. اما خلق خداوند خواست که مثل خلقهای دیگر به خود پادشاه داشته باشد. بعد خداوند به آنها پادشاه تعیین کرد. نام وی داوود بود. وی پادشاه دومی اولاد ابراهیم حساب می شود. پادشاه یکم به خدا بی اطاعتی کرد. برای همین وی حاکمیتش را از دست داد. اما داوود عادل و خدا ترس بود. وی در زندگیش همه چیز داشت، چون که خداوند او را بسیار برکت داده بود. شب خواب داوود نآمد. وی خسته به بالای بامش برآمد تا سیر و گشت کند. همان شب او از بالای بامش زنی زیبایی را دید که آب بازی می کرد. داوود به آن زن نگریسته در دلش فکری بد کرد و او بسیار بیراحت شد. داوود آدم فرستانده آن زن را به قصرش آورد. نام آن زن بتشابه بود. ناوابسته از آن که وی شوهردار بود، داوود با او خوابید. بعدتر بتشابه فهمید که حامله دار شده است و در این باره به داوود خبر داد. داوود از این به تشویش افتاده چاره‌جویی می کرد. شوهر بتشابه برای داوود عسکر شده خدمت می کرد. داوود گناهش را پنهان کردن خواست. وی نقشه کرد که شوهر بتشابه باید در جنگ کشته شود. بعد مرگ شوهر بتشابه داوود او را به زنی می گیرد. از این کار کرده داوود خداوند به خشم آمد. خدا به داوود با واسطه ناتان پیغمبر گپ زد. خدا گناه داوود را فاش کرد و جزا داد. او گفت که کودک بتشابه خواهد مرد. داوود از گناهی کرده‌اش سخت پشیمان شد. وی در پیش خدا ناله و گریه کرده بخشش پرسید. از تحت دل توبه کرد و خدا او را بخشید. پادشاه داوود مثل ما و شما یک آدمی عادی بود. وی نیز مانند ما در حیاتش خطاگی و گناه می کرد. لیکن دل او در نزد خدا صاف بود. داوود همیشه در نزد خدا با دل شکسته و ایمانی سخت توبه می کرد. داوود کتاب کلان نوشته است که زبور نام دارد. در کتاب خود وی درباره مهر و محبت و احسان خداوند سرودها نوشته است. در زبور
داوود چنین می نویسد: خدایا دلی پاک در من بیافر و روحی درست در درون دلم بساز. مرا از گناهم یک چند مراتبه شستشوی نما و از خطایم مرا پاک کن. قربانی هایی که خدا می خواهد روحی شکسته است. دلی شکسته را تو ای خدا خوار نخواهی کرد.